سلام به یکایک شما بینندگان عزیز. در برنامه تحلیلی دیدگاه شوکت محمد با شما هستم. طول چند روزی اخیر از تاجیکستان به ما تماس گرفته درباره نارسایی اسعار خارجی شکایت میکنند. میگویند در پس در مؤسسه های قرضی و بانک ها روز تا بیگاه می ایستند، اما برای نیازهای خود نمی توانند اسعار خارجی دریافت کنند. ما این مسئله را پیگیری کردیم. در تاجیکستان نارسایی شدید اسعار بخصوص دلار مشاهده می شود. قرب فروش دلار ایالات متحده آمریکا که در بانک ها حدودی 2.5 سومانی مقرر شده است، در بازار سیاه تا 12 سومانی بالا رفته است. اکثریت بانک های کشور از فروش دلار و یورو خودداری می کنند، اما با میل تمام دلار را به سومانی عوض می کنند. این نکته را خبرگزاری از پلیس هم نوشته است. در نقطه های مبادله اسعار بانک ها می گویند به میزاجان تنها همان اسعاری را پیشنهاد کرده می توانند که در نوبت خود از دیگر میزاجان می گیرند. پول سومانی را به دلار تنها چند از بانک ها قطعاً به مقدار محدود تا 200 دلار به یک نفر عوض می کنند. مثلا در واحد های بانک اسخطه، اولین بانک مالیوی خرد اروند، این کار در عمل است. در همین حال برای دریافت اسعار خارجی پیشکی به نوبت نامنویس شدن ضرور بوده، دعوت را انتظار شدن لازم است. این نوبت پایی با سبب محدودیت ذخیره دلار یک چند شبانه روز شاید دوام کند، اما دلار را می توان در بازار سیاه با قیمت بالاتری پیدا کرد. یک منبع پیام از استرافشان گفت که در بازار سیاه این شهر در یک دو روز اخیر 1 دلار 11 سومانی و 90 درم هم فروخته شده است. این منبع ما میگوید اسعار در بازار سیاه هم رو به کاهش است و امکانی باز بالاتر رفتن قیمت آن در ماه‌های نزدیک خیلی زیاد می باشد. یک تاجر دیگر که برای وارد کردن محصولات از بازار سیاه خوجند دلار می خرد به پیام گفت که 4 روز قبل در این شهر نیز دلار حدودی 11.5 سومانی قیمت داشت. 1 دلار. در بانک ها هم می گویند خواهشمندان خریدن دلار خیلی زیادند. در بانک اروند، یک بانک تجارتی خرد، گفتند که تجارت به دلار نیاز داشته، اینچنین اکثریت مردم مبلغ‌های خود را با این اسعار خارجی نگاه داشتن می‌خواهند. در همین حال وارد شوی دلار تا رفت کم می‌شود. کمبود اسعار به کار نقطه‌های انتقال مبلغ بانک‌ها نیز تأثیر رسانیده. اکنون برای انتقال دلار شخصی که آن را انتقال داده نیست باید این اسعار را داشته باشد، زیرا در نقطه ها سومانی به دلار عوض نمی شوند. اگر دلار گسیل کردنی به جای دیگری باید تو دلار داشته باشی. تو نمیتونی آماده بگویی که در دستت پول سومانی بگویی که من دلار گسیل میکنم. کارمندان بانک این حالت را نبودنی اسعار معنی داد میکنند. میگن دلار نداریم، چه خیلی دلار میفرستونیم؟ دلار فرستوندنی باشید دلار بیار. همین وضع در نوبت اول برای والدانی که فرزندانشان در خارج کشور تحصیل میکنند مشکلی زیاد میارد، زیرا به دانشجویان پول لازم بوده آن را با سامانی فرستاده نمیشود. همه این را میدونیم. آنهایی که به واردات و تجارت مشغول نیستند نه تنها نمیتوانند از بازار سیاه اسعار بخرند، بلکه از وجود چنین بازار درک ندارند و مجبورند ساعتها را در جستجوی دلار پس سر کنند. ما برای روشنی انداختن به این وضع پیش آمده کارشناس امور اقتصادی عبدالمنان شیرعلیف را دعوت کردیم تا به چند سوال خود جواب پرسیم. سلام برادر عزیز، خوش آمدید به برنامه تحلیلی دیدگاه. و علیکم السلام، تشکر، خوش باشید. سر اول خواهش من این است که عامل‌های نارسایی اسعار خارجی در کشور را
بیان میکردید. سبب اصلی نارسایی اسعار در کشور این فرق زیادی بین صادرات و واردات است که دو برابر واردات از صادرات بیشتر است و یک زمان حتی به 3 برابر رسیده بود. چون برای وارد کردن محصولات اسعار لازم است و برای جلب اسعار صادرات، از این خاطر همیشه کمبود دلار حداقل چند سال آخر به نظر میرسد. قبلا این نارسایی رو صادرات قوه کاری یعنی پول مهاجران میپوشوند. حالا که انتقال پول مهاجران با سرعت کم شدن دارد، از این خاطر نارسایی اسعار هم در کشور با اون سرعت بیشتر میشه. همین نارسایی پیش از پهن شوی ویروس کرونا مشاهده میشد. برای برطرف کردن نارسایی اسعار خارجی چی باید کرد که حکومت تاجیکستان نکرده ایستاده است؟ اگر فرض کردیم گوییم که این مشکلی تنها در همین وقتی پهنشوی کرونا ویروس به میان آمد، همین مشکلی رو ما پیش از پهنشوی کرونا ویروس هم داشتیم. اینجا سوال همین است که چیکار باید کرد که از این مشکلی برآمد، اما تاجیکستان، حکومت تاجیکستان، مقامات این کار را نکرده ایستاده است. برای برطرف کردن نارسایی باید صادرات بیشتر کرده شود، حداقل برابری واردات باید باشد و برای این باید استحصالات زیاد بیشتر کرده شود و برای این رشدی با سرعت اقتصاد لازم است که در گمان است در چند سال آینده به آن دست یابیم. یکی از مشکلات اساسی نارسایی اسعار خارجی آیا میتواند از جانب مقامات زیر کنترل گرفتن مبادله اسعار و از بین بردن نقطه های مستقلی مبادله باشد؟ بله، حتما تاثیر دارد. وقتی که عوض اسعار در تاجیکستان مونوپول کرده شد، قسم زیادی مبلغ و بازار سیاه رفت و حالا در بازار سیاه داد و گرفت میشد و این تفاوت بین بازار سیاه و بانک ها با سرعت میافزد، برای اینکه فرق با بیشتر شدن کمبود اسعار، فرق بین بازار سیاه و بانک هم افزایش می‌یابد. از این خاطر کوچشی پول به بازار کوچشی اسعار به بازار سیاه با سرعت ادامه دارد. اما هرچند این عامل هم وجود دارد، اما تاثیر زیاد به کمبود اسعار در کشور ندارد، چون که اگر در بازار سیاه هم رود، اون پول در کشور قرار میگیرد و امکان دسترسی آن وجود دارد. سبب اصلیش همون که گفتیم، یعنی فرق بین صادرات و واردات و حالا کمشوی صادرات قوه کاری یعنی انتقال پول مهاجران است. ببینید، در همین آخرها رسانه‌ای شد که صادرات مال کالا از تاجیکستان نسبت به واردات زیاد شده است. این خیلی خوب است. یعنی در عین شیوع کرونا ویروس، در عین پهنشوی کرونا ویروس به تاجیکستان میسر شده است حتی نسبت به همین دوره سال گذشته صادرات را زیاد کند. صادرات که زیاد شد، حتما یکی از سبب‌های از بین بردن نارسایی اسعار خارجی می شود. فرض کردیم که همین واقعیت دارد، اما چرا زیاد شدن صادرات به نارسایی اسعار خارجی تاثیر رسانده نتوانست؟ بله، این واقعیت است و صادرات واقعا بیشتر شده است، اما هنوز هم بیش از 2 مرتبه کمتر از واردات است. ولی این بیشتر شدن افزایش صادرات به رشد اقتصادی یا افزایش استحصال مال در تاجیکستان بستگی ندارد، چون که ما خبر داریم و خود مقامات هم اعتراف کردند. این بستگی دارد به بیشتر شدن بیش از 5 مرتبه افزایش یافتن صادرات سنگ و متال‌های قیمت‌بها بستگی دارد. یعنی بنابر کمبود شدید اسعار، حکومت مجبور شده است سنگ و متال‌های قیمت‌بها و ذخیره‌های کشور را به فروش ببرد و این کمبود را تا جای برطرف سازد. ولی در اساساً این صادرات یا فروش ذخیره‌های سنگ و متال‌های قیمت‌بها به آن خاطر
روی دست گرفته میشد که کمبود بودجه برطرف کرده شود و برای پرداخت قرض‌های خارجی که موردشون فرا میرسد. بنابراین این تاثیر چندانی با کمبود اسعار در بازار و در بانک‌ها ندارد و این نمود افزایش در دوران ناخنک البته این نمود افزایش صادرات نمیتواند کمبود اسعار در کشور را پوشاند، چون امکان صادرات سنگ متال‌های قیمت‌ها مثلا به 1 میلیارد دلار یا بیشتر از آن وجود ندارد، چون کشور ذخیره چندانی ندارد که با این سطح بردارد صادرات این نمود محصولات را. تشکر برای صحبت. سلامت باشید. خدا نگهبان. تماشابینان گرامی، در صحبت ما بودند کارشناس امور اقتصادی عبدالمنان شیرعلیف. اینجا برنامه امروزه دیدگاه به پایان خود رسید. برای پیگیری بیشتر از برنامه‌های ما لطفاً به شبکه یوتیوبی پیام تیوی و کانال تلگرامی ما ابونه شوید. در کانال تلگرامی ما دوام روز برچسب تمام مطلب‌های پایگاه اطلاعاتی پیام نت، برنامه‌های ویدیویی کانال یوتیوبی پیام تیوی، برنامه‌های رادیویی پیام گذاشته می‌شوند. همچنین در رادیوی پیام دوام روز هر نیم ساعت با زبان تاجیکی و روسی از رویدادهای تاجیکستان و جهان خبر داده می‌شود. چندین برنامه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز در رادیوی پیام پخش می‌شوند که امیدواریم پسند شما می‌گردد. ضمیمه رادیوی پیام هم برای تلفن‌های هوشمند اندروید و هم آیفون در پلی مارکت و اپ استور قابل دریافت و نصب است. خیر، با امید دیدار در روز دیگر. السلام علیکم و رحمت الله. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net